سفارش پدر را که به خاطر دارید. حال 2 به 2 یا 3 به 3 تقسیم شوید تا از دروازه‌های مختلف وارد شوید. سعی کنید چهره خود را حتی المقدور بپوشانید و به نگهبانان دروازه ها نشان ندهید. اگر از درباریان یا نزدیکان عزیز مصر کسی را دیدید خود را پنهان کنید تا شما را نبینند. در محل سیلوها هم دیگر را می‌بینیم، اما سعی کنید کنار یکدیگر نایستید. صبر کنید همسفران دور شدند. آنگاه حرکت کنید. جادو اشتر چرا؟ تمام. غروبی شما هم برید. دان بانش داره یاساکه تو هم بازم بره ما هم بریم. از کجا میایید؟ از اهالی کنعان. پیشتر نیز به تبس آمده بود. آن 10 برادر کنعانی که در سفر قبل با شما بودند این بار نیامدند؟ چرا؟ تا نزدیک شهر با هم بودیم. همکنون میآیند. داخل شد. احساس میکنم عزیز مصر را چون یکی از عزیزانم دوست دارم. نمیدانم چرا فکر میکنم که قبلا او را جایی دیدم. به عکس تو من در نزد او احساس آرامش و راحتی نمیکنم. هرگاه به من نگاه میکرد انگار درونم را میدید و فکرم را هم میخواند. من هم دلم میخواست ایشان را ببینم، اما با این ترفند پدر ظاهرا ایشان از دیدار ما بی‌نصیب خواهد ماند. ای وای، چه اشتباهی کردیم. کاش به برادران میگفتیم هیچ یک از دروازه سوریه وارد نشوند. راست گفتی. مأمور دروازه سوریه همه ما رو میشناسد. قطعا روبین و شمعون شناخته خواهند شد. حال باید چه کنیم؟ نگران نباشید، هرچه خدا بخواهد همان خواهد شد. خدا کند شناخته نشوند. خدا برویم. چه اشتباه عجیبی کردی. چطور مگر؟ نگهبانان این دروازه ما رو میشناسن. قطعا شناخته خواهیم شد. پس بیا باز گردیم. نه دیگر دیر شده است. اگر از مسیر خود منحرف شویم بیشتر جلب توجه میکنیم. فقط باید سعی کنیم چهره ما رو نبینن. ببینم آن 10 برادر کنعانی را ندیدی؟ نه، قافله 10 نفره ندیدم. شنیدی؟ سراغ ما رو میگرفت. شما 2 نفر کنعانی هستیم. من جاد هستم و این برادرم اشیر. برای گرفتن گندم آمده. شما از آن 10 برادر کنعانی خبر ندارید؟ نه خبر نداریم. داخل شوید.
از آن 10 برادر خبری نشد؟ سراغ آنها را از اهالی کنعان گرفتند. گفتند تا نزدیکی تبس با هم بودند و همکنون میآیند. اما هنوز خبری از آنها نشده است. دقت کنید. عزیز مصر به شدت در جستجوی آنهاست. خیلی سفارش آنها را کرده است. دیگه نفر بعد اهل کجا هستی؟ اشیر هستم از کنعان. اشیر درست است. ببین سیکل نفر بعد اهل کجا هستی؟ جات هستم از کنعان. پایان 40 روز نزدیک است. گمان میکنم زلیخا به این خلوت پایان دهد. اگر زلیخا پس از 40 روز همسری شما را نپذیرفت چه؟ انتخاب همسر به اجبار نمی شود. من فرمان خدا را به او ابلاغ نمودم. میتواند بپذیرد، میتواند نپذیرد. از برادرانم خبری نشد. دیر کردند. حالی جناب اجازه ورود میدن؟ می توانید وارد شوید. حالی جناب، برادران شما تا نزدیکی تبس آمدند، اما ورودشان را به تبس کسی ندیده. شاید وارد تبس شدند، اما مامورین شما آنها را ندیدند. اگر وارد تبس شده باشند بیشک باید به سیلوهای گندم مراجعه کنند. آنجا به دنبالشان میگردید. آنها را یافته به حضورتان میآورم. آنها را با خود به قصر آخناتون بیاور. میخواهم ببینند خداوند با برادری که میخواستن اثری از او نباشد چه کرده است. اطاعت یا نبی خدا. باز هم از دروازه‌های مختلف خارج شویم؟ بی سر و صدا و بدون جلب توجه از همان دروازه‌هایی که وارد شدیم خارج می‌شویم. بختیارمان بود که موقع ورود ما را نشناختند. صبر می‌کنیم تا روبین و شمعون هم بیایند. فقط با فاصله از هم از اینجا دور می‌شویم. نباید ما را با یکدیگر ببینند. تردید مکنید، هنوز مامورین در پی ما هستند. ببینم 10 برادر کنعانی با یکدیگر ندیدید؟ در میان مردم کنعانی زیاد هست قربان، اما 10 برادر با هم نه ندیدم. آن 2 نفر چرا چهره خود را پوشاندند؟ فکر میکنی دلیل خاصی داشته باشه؟ حتما دارد که چهره خود را میپوشانند. لاوی آنجا رو بنگر. شما کجا هستید؟ چرا چهره پنهان میکنید؟ ما همه جا به دنبال شما گشتیم. خواستیم یک بار دیگر مزاحم عزیز مصر نشویم.
چیز برملا شد. ما سعی کردیم نقشه پدر را اجرا کنیم و ناشناخته باقی بمانیم، اما نشد. ظاهراً اراده فوق اراده ها میخواهد که ما شناخته شویم. پدر نقشه دیگر میکشد، ولی اراده خداوند چیز دیگری است. برویم. دیگر نمیتوانیم پنهان بمانیم. برویم. نگرانی شما بی‌مورد است. بالاخره آنها خواهند آمد. پس چه شدند؟ آنها تا نزدیکی تبس آمدند و ناپدید شدند؟ جناب صدر اعظم اجازه ورود میدهند؟ وارد شو مالک. آنها در قصر آخناتون هستند. آمدند؟ بله بانو. برادر کوچکشان را هم آوردند. شما بروید، من نیز خواهم آمد. برای آنها نقشه هایی دارم که تصورش را هم نمیتوانم بکنند. میخوای آنها را مجازات کنی؟ نه، قصد اصلاحشان را دارم. خواهی دید. آسنات، چرا این دو حادثه عجیب زندگی من در یک زمان رخ داده؟ دیدار برادران و دیدار زلیخا. گویا همه مسیر زندگیم را طی کردم تا در این روزها به این دو حادثه برسم. شاید اراده خدا بر آن است که پاداش سالها هجران را یک جای عنایت کند. نمیدانی چقدر مشتاق ملاقات بنیامین هستم. بعد از 30 و چند سال به راستی اون چگونه است؟ تا لحظاتی دیگر او را ملاقات خواهی کرد. خواهش میکنیم بانو، فقط چند لقمه. چرا این همه خود را رنج میدهید؟ قدری از این غذا تناول کنید. تا نخورید ما اینجا را ترک نخواهیم کرد. نگران من نباشید. حالم خوب است. در حد نیاز هم میخورم، هم میخوابم، هم سخن میگویم. بیش از این ضروری نیست. همه عمر به خور و خواب گذشت. چند صباح مانده را جور دیگر باید سپری کرد. بیش از 50 سال بیخبری، نفس پرستی، شهوت پرستی، کبر و غرور و مستی. چگونه این همه گناه را جبران کنم؟ اما با این حال از رحمت خدا ناامید نیستم. او بخشنده و مهربان است.
حسنات، میبینی بنیامین چه زیبا و برومند شده؟ نمیدانم چگونه با او روبرو شوم. همان گونه که پیشتر با برادرانتان روبرو شده ای. جایی نگرانی نیست. میدانم که چشمای من همه چیز را برملا میکند. عالی جناب، همه چیز مهیاست. تو برو، من نیز خواهم آمد. صدر اعظم عزیز مصر یوزارسیف بزرگ وارد می شوند. بنشین. آن برادر که میگفتن تو هستی؟ پدرتان حق دارد که شما را از خود جدا نکند. بازگشت شما به مصر به درازا کشید. باید زودتر می آمدید. فرموده بودید که بدون برادر کوچکتر به مصر نیاییم. در واقع پدرمان به آمدن بنیامین رضایت نمیداد. در حقیقت راضی کردن پدرمان به درازا کشید. شما صداقت خود را ثابت کردید. من هم به وعده خود عمل نموده به مقدار نیاز به شما گندم خواهم داد. عالی جناب، مطلبی است که ما را رنج می‌دهد. اجازه گفتن می‌دهید؟ میشنوم. بارهای گندم را که در کنعان گشودیم، همه بهای گندم را درون بار یافتیم. علت چه بود؟ آیا خطایی رخ داده که تمام بضاعت ما را به ما بازگردانده ای؟ شما چه فکر میکنید؟ شاید جهت امتحان بوده تا ببینید ما دینارها را باز میگردانیم یا نه. لابد میخواستید ما مشتاق بازگشت به مصر باشیم. شاید از باب ترحم و توحیدستی ما بوده است. شاید همه این دلایل را در ذهن خود داشتم، اما بیشتر میخواستم هدیه‌ای به پدر پیر شما تقدیم کرده باشم، چون شما با احترام از او یاد میکردید. ممیسابو، غذا بیاورید. از شما میخواهم برادرانی که از یک مادر هستند مقابل یکدیگر بنشینید. تو چرا تنها مانده ای؟ چرا نمی نشینی؟ من برادر مادری ندارم. شما فرمودید هر کس با برادر مادریش بنشیند. اگر مایلی می توانی در کنار من بنشینی.
این از تواضع و بزرگواری عزیز مصر است، وگرنه مرا چه به هم نشینی با بزرگی چون شما. چه اشکالی دارد؟ من نیز تنها نشستم بر سفره را دوست ندارم. تو چهره زیبا و دلنشینی داری. از ایام کودکی چیزهایی را به خاطر می‌آوری؟ کودکی من با برادرم یوسف بود، لذا همه چیز را به خاطر دارم. از پدرت بگو. او بسیار پیر شده. غم از دست دادن برادرم یوسف هم او را پیر کرده و هم کور. دیگر به سختی می‌بیند. هرچه هم از او می‌خواهیم که یوسف را فراموش کند، بیفایده است. شما برای پدر من گریه می‌کنی؟ نباید گریه کنم. در اندوه پیرمردی هجران کشیده محزون بودن عجیب است. آیا برادر تو مرده است؟ اینها میگویند او را گرگ خورده. این را شنیدم، اما گمان نمی کنم حقیقت داشته باشد. شما 10 تن ایستادید و برادرتان را گرگ خورد؟ اینان چیزی را پنهان می کنند. گمان می کنم برادر تو زنده است. میبینی خداوند چه عزتی به بنیامین عنایت کرده است؟ هنوز از راه نرسیده هم نشین عزیز مصر شد. برادر من یوسف خالی همانند شما در پشت دست داشت. با آنکه در آن زمان کودک بودم ولی به خوبی به یاد دارم. چهره‌اش را چه؟ او را به یاد می‌آوری؟ چرا؟ کاملا به خاطرم هست. ما همیشه با یکدیگر بازی می‌کردیم. اگر او را ببینی می‌شناسی؟ نمیدانم. شاید. یعنی ممکن است هنوز زنده باشد؟ اگر من از او خبر داشته باشم باور می‌کنی؟ چرا که نه؟ چه کسی راستگوتر از عزیز مصر؟ قول می‌دهی اگر یوسف را دیدی فعلا به برادرانت سخنی نگویی و یوسف را به آنان نشان ندهی؟
آری، قول میدم، سوگند میخورم فقط او را بنگرم، کلامی سخن نگویم و به کسی نشانش ندم. یوسف کجاست؟ شما را به همه مقدساتی که میپرستی سوگند میدم، او را به من نشان دهید. از شما تقاضا میکنم. آرام باش، این گونه نمیتوانم یوسف را به تو نشان دهم. تو اینان از دست داده همه را با خبر میکنی. اگر میتوانی لبخندی بزن تا توجه برادرانت جلب نشد. میبینید که کاملا برخیش مسلط هستم. حال بگویید یوسف کجاست؟ همینجاست. یکی از افراد حاضر در اینجا یوسف است. یوسف جناب آرامتر، الان هم میفهمند. آرام باش بنیامین، آرام باش. برادرم متوجه شده. چه شده؟ دیوانه شده ای؟ در حضور عزیز مصر این خنده و گریه چه معنی میدهد؟ عزیز مصر از پدر پرسید. یاد پیری و نابینایی پدر مرا به گریه واداشت. پس دلیل خنده‌ات چه بود؟ خنده؟ عزیز مصر مرا دردانه‌ای خواند که طاقت دوری پدر را ندارد. من هم خنده‌ام گرفت. عزیز مصر چه زود با تو صمیمی شد. این عجیب نیست. پدرم با جناب بنیامین کار دارد. جناب یوزارسیف فرزند خود افراهیم را به دنبال شما فرستاده. کجا؟ او با تو چی کار دارد؟ چه میدانم؟ باید بروم تا بفهمم.
میتوانم بروم؟ من تردید ندارم که حوادثی در شرف وقوع است که ما از آن بیخبریم. داوید، تو که اینقدر بدبین نبودی. سخنان پدر را به یاد دارید. گفت پذیرایی عزیز مصر از ما، قرار دادن سکه ها در بارهای گندم و دعوت از بنیامین میتواند دسیسه باشد. و من حوادث امروز را در ادامه همان دسیسه ها میبینم. امیدوارم که اشتباه کرده باشم. شکر خداوند خوب و مهربان. از خداوند سپاس گذارم. سی و 36 سال انتظاری بس طولانی و طاقت فرساست. نمی توانستید با خبری از خود ما را از نگرانی به در آورید. من میخواستم، اما فرمان الهی مانع میشد. بارها پیک حق نازل شد و نگذاشت پدر را از وضع خود باخبر کنم. نمیدانم چه مصلحتی در کار است. کی زمان دیدار می شود؟ ما را که از این هجران جان به لب رسید. پدر نابینا شد. من مأمورم. هنوز رسالت من در مصر پایان نیافته. به تازگی آمون از اوج اقتدار به زیر آمده مردم یکتا پرست شدند. به تازگی مسائل و مشکلات مصر را سامان دادند. نه، هنوز مقدمات تعبیر خواب من فراهم نشده. ولی این سخنان منافاتی با مطلع کردن پدر و خبر دادن به ما ندارد. پدر 36 سال است که در فراق تو شب و روز ناله می کند. من هم نمیدانم چرا این هجران پایان نمی آمد. گفتی پدر در غیاب من گریه بسیار میکرد؟ آری همینطور است. و بعد از من به تو دل بست؟ حتی تحمل یک روز دوری مرا ندارد. خوی شما را در من جستجو می کند. روی شما را در من می بیند و حتی بوی شما را از من استشمام می کند. گمان می کنم علت این فراق و دلیل این هجران را فهمیده باشم. خب علت چیست؟ داستان جدمان حضرت ابراهیم و عمویمان اسماعیل را شنیدی؟ آری به کرات. منظورتان قربانی کردن اسماعیل است؟ ماجرای پدر بی‌شباهت به ایشان نیست. من میخوام تو را در مصر نگه دارم. موافقی؟ آری اگر ضروری است میمانم. من از فرمان شما اطاعت میکنم، هم به عنوان پیامبر خدا و هم به عنوان عزیز مصر. به دو دلیل تو باید در مصر بمانی. اول اینکه پدر باید اسماعیل هایش را قربانی کند تا این هجران پایان یابد و این ممکن نیست مگر با از دست دادن هر دوی ما. و دوم، برادران باید توبه کنند. توبه از دست دادن تو، توبه بردن و بازنگرداندن تو، توبه خیانت در امانت، کوتاهی در حفظ و نگهداری از تو. ولی من یقین دارم با از دست دادن من پدر نابود خواهد شد. مرگ و زندگی به دست خداوند است. یقین داشته باش که پدر به مصر خواهد آمد. 11 ستاره که برادرانم هستند به مصر آمدند، اما خورشید و ما هنوز نیامدند. نگران نباش، برای نگه داشتن تو چاره ای خواهم اندیشید. آیا نزد من میمانی یا نه؟
اگر شما فرمان میدهید آری. نزد برادرانمان بازگرد، نباید مشکوک شوند. اگر پرسیدن بگو عزیز مصر میخواست بگوید بارهایمان آماده است، میتوانیم صبح حرکت کنیم. بسیار خوب. خدا نگهدار. خدا نگهدار. عزیز مصر با تو چیکار داشت؟ گفتیم شاید دسیسه‌ای که پدر میگفت اتفاق افتاد. نه نگران نباشید. او قدری مرا به صبر و بردباری خواند و سپس گفت به برادرانت بگو گندم‌هایشان آماده تحویل است. می توانند امشب را استراحت کنند و فردا جلوی دروازه سوریه بارگیری نمایند. فقط همین؟ آری فقط همین. مگر چیز دیگری باید می گفت. خدایا، من برای واداشتن برادرانم به توبه و دل بریدن پدر از خودم و برادرم باید بنیامین را نزد خود نگه دارم. راه نگه داشتن او را به من نشان ده. راه حل تازه‌ای به نظرتان رسیده؟ نگهبان. بله عالی جناب. مالک و میمیسابو را نزد من بخواه. اطاعت سرورم. فرزندان اسرائیل هم آمدن. همگی آماده اید؟ آری میتوانیم حرکت کنیم. این چند روز کجا بودی؟ روی تفریح برم. ماجرا یک شوشانی است. برویم در راه برایتان تعریف. برویم. یوسف گفت مرا نزد خود نگه می‌دارد. پس چه شد؟ کاروان که به راه افتاد. دزدی شده. در میان قافله شما یک دزد وجود دارد. اگر از شما چیزی گم شده است که ما را دزد می‌نامید. شما اهالی کاروان دزد هستید. جام زرین جناب صدراعظم یوزارسیف دزدیده شده. جامی گرانبها که فرمانروای مصر جناب اخناتون به ایشان هدیه کرده بود.
هر کس که جام را برداشته اگر به میل خود تحویل دهد یک بار گندم پاداش میگیرد. من این پاداش را تضمین میکنم. آن همه پذیرایی و اکرام، نه این همه تهمت و افترا. این یعنی چه؟ شرم‌آور است. این دیگر چه داستانی است؟ به خداوند سوگند شما میدانید ما دزد نیستیم و برای دزدی به این سرزمین نیامده ایم. ماجرا چیست؟ تو برای ما چه نقشه‌ای کشیده ای نمیدانیم. ما بیهوده تهمت نمیزنیم. اگر مال دزدی نزد کسی پیدا شد چه؟ در آن صورت مجازات او چیست؟ ما که قانون مصریان را نمیدانیم. شما مورد احترام عزیز مصر هستید. با قانون خودتان با شما رفتار می شود. ما کنعانیان اگر دزد مال خود را بیابیم او را 4 سال به بردگی می‌گیریم. خب شروع میکنیم. از بارهای من، ابتدا از بارهای من شروع کنید. بیان حمام کمک افترا دست نگه دارید. نمیتواند جام در بار بنیامین باشد. از این چهره معصوم دزدی بر نمی آید. تردید نکنید، او را هم بگردید. بگردید.